پینوکیو یه قصه کودکانه یا یه نقشه کامل برای تبدیل شدن به انسان کامل؟ میلیون ها نفر این کارتون رو دیدن، اما فقط تعداد کمی فهمیدن پشت این داستان چه راز بزرگی خوابیده. امروز میخوام قفل‌های پنهان این قصه رو برات باز کنم، از دماغی که با هر بار دروغ بلندتر میشه تا جزیره لذت‌ها و حتی افتادن توی تاریکی شکم نهنگ. تو این ویدیو که بر اساس کارتون ژاپنی پینوکیو تولید سال 1976 هست، همه این رمزها و نمادها رو یکی یکی باز می‌کنیم. از چوب بیجان تا ژپتو تا جزیره لذت‌ها، گربه و روباه و قانون بازتاب، و حقیقتی رو بهت میگم که نگاه تو به دروغ برای همیشه عوض میکنه. و آخرش یه تمرین ساده ولی قدرتمند بهت میدم که همین امروز انجامش بدی و اولین قدم بیداری و رسیدن به خود حقیقی رو برداری. به دالان راز خوش اومدی. اگه عاشق کشف رازهای جهان هستی، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن و وارد قبیله ما شو، چون اینجا دقیقاً همون جاییه که همیشه دنبالش میگشتی. بخش اول. پینوکیو یه عروسک چوبی بود که از دل آرزوی یه پیرمرد تنها متولد شد. ولی موضوع اصلی و پنهان این داستان فقط راجع به یه عروسک چوبی نیست. این داستان در واقع سفر رسیدن به کمال و خداگونه شدنه. ژپتو پیرمرد نجار وقتی پینوکیو رو میسازه، در واقع نقشی از خودش رو روی چوب حک میکنه. ژپتو نماد آفریدگاره که انسان رو با عشق و به تصویر خودش آفریده. اون نیرو یا اصل آفریننده‌ای که مشتاقانه منتظر رشد اخلاقی و درونی آفریدشه و توی مسیر رشد و کمال دست اونو رها نمیکنه. حتی زمانی که پینوکیو سرکش و نافرمانه، ژپتو همیشه مراقب پینوکیو هست. ژپتو تمثیلی از خدا، عشق الهی، وجدان پدرانه و سرچشمه آفرینشه. آفریدگاری که مخلوقش رو برای رشد و تجربه زندگی میفرسته، ولی هیچ وقت ازش دست نمیکشه و منتظر بازگشتشه. پینوکیو از همون لحظه‌ای که چشم باز میکنه، یه خواسته بزرگ داره، اینکه دیگه عروسک نباشه و به یه انسان واقعی تبدیل بشه. اما راه تبدیل شدن به انسان کامل هیچ وقت ساده نیست. پینوکیو که نماد یه انسان ناآگاه و در اسارت ذهنه، باید با وسوسه ها و امتحانهای زیادی روبرو بشه. اولین امتحانش چیزی بود که همه ما هر روز تجربه میکنیم: انتخاب بین راست و دروغ. هر بار که پینوکیو دروغ میگفت، دماغش بلندتر میشد و توی عذاب شدیدی قرار میگرفت. این تمثیل در واقع قانون بازتاب رو به تصویر میکشه، به این معنا که هر دروغ بلافاصله چهره واقعیت ما رو تحریف میکنه تا دروغ بودن ما آشکار بشه. دروغ توازن و تعادل روح انسان رو به هم میریزه. نقض قانون صداقت بلافاصله اثر نمادین در بدن یا ظاهر به جا میذاره. اون بینی در واقع بازتاب درون پینوکیو بود. اما این فقط یکی از نمادهای این قصه است. در ادامه وارد بازی خطرناکتری میشیم: روباه، گربه و جزیره‌ای که ظاهرش بهشته اما در واقع جهنمه. بخش دوم. توی نسخه ژاپنی کارتون پینوکیو دو کاراکتر دیده میشن که همراهان همیشگی پینوکیو هستن: یه جوجه اردک و یه دارکوب. جوجه اردک نماد عقل ناپخته اما خیرخواه رو داره و دارکوب نماد زنگ خطرهایی هست که جهان هستی قبل از هر حادثه یا سقوط به شکل نشانه‌هایی توی مسیرمون قرار میده. این دو کاراکتر نماد دو سطح از وجدان هستند که در کنار هم وجدان کامل رو میسازن، یعنی شهود درونی و هشدار عینی. علاوه بر این دو کاراکتر دیگه هم هستن: روباه و گربه، که هر دو نماد دو وجه نفسن. روباه نماد ذهن اغواگر و گربه نماد سستی و بیعملیه. ذهن اغواگر نقشه موفقیت سریع و بدون پرداخت بها رو میکشه و در واقع میخواد قانون رشد رو دور بزنه، و گربه نماد نیرویی که ندای وجدان و اخلاقی رو خاموش میکنه تا اغوا و فریب راحت‌تر اثر کنه. این دو در کنار هم الگوی کامل انحراف رو میسازن، یعنی وعده قلابی به علاوه بی‌ارادگی تدریجی. پینوکیو بعد از همه فریب‌ها و دروغ‌ها با وعده عجیبتری روبرو شد: یه جزیره، یه مکان رویایی که اونجا هیچ قانونی وجود نداره.
بچه‌ها میتونن هر کاری دلشون خواست انجام بدن. بازی، خوشگذرونی، تنبلی، خوردن و خوابیدن. هیچ پدر و مادری نیست که ملامت کنه. هیچ معلمی نیست که تکلیف بده. ظاهر اینجا مثل بهشته، ولی در واقع یکی از خطرناکترین تله‌های قصه است. توی نسخه ژاپنی این کارتون وقتی پینوکیو وارد این فضا میشه، یکی از بچه‌ها با خنده میگه اینجا همه آزادیم، میتونیم هر کاری بخوایم انجام بدیم. این جمله همون صدای نفس و ذهن مهار نشده است که انسان رو فریب میده. فریب آزادی بدون مسئولیت و لذت بدون مرز. اینجاست که رمز قصه خودش رو نشون میده. بچه‌هایی که غرق لذت و غفلت میشن یکی یکی شروع میکنن به تغییر شکل. گوشاشون دراز میشه، صداشون تغییر میکنه و کم کم به الاغ تبدیل میشن. الاغ توی فرهنگ‌های مختلف نماد جهل، سنگینی و اسارته. وقتی انسان عقلش رو نادیده میگیره و فقط دنبال لذت میره، روحش حیوانی میشه. اگه فرد به آگاهی و بیداری نرسه، این تغییر برگشت ناپذیره. توی نسخه اصلی خیلی از بچه‌ها برای همیشه به شکل حیوان باقی میمونن. پیام این بخش از داستان میتونه این باشه که سقوط به حیوانیت نتیجه طبیعی غفلت و ولنگاریه. جهان هستی با هیچ کس شوخی نداره. قصه اینجا یه قانون کیهانی رو به ما یادآوری میکنه. اینکه هر عملی شکل وجودی ما رو تغییر میده. اگر دروغ بگی، واقعیت تو تحریف میشه که اشاره به قانون بازتاب داره. اگر غرق شهوت و لذت بشی، به مراتب حیوانی سقوط میکنی. طبق قانون کارما. یعنی قصه داره میگه تو هرگز همون آدم قبلی باقی نمیمونی. انتخابات تو رو شکل میدن. یا به سمت انسان کامل پیش میری یا به سمت حیوانیت سقوط میکنی. پینوکیو که نماد آگاهی و انسان نفسانیه، اونجا میفهمه که لذت‌های افسار گسیخته فقط یه تله بودن. برای نجات خودش باید راهی رو بره که خیلی ها ازش میترسن. یعنی ورود به دل تاریکی، جایی که باید با عمیق‌ترین ترس‌ها و تاریک‌ترین سایه‌های خودش روبرو بشه. بعد از همه لغزش‌ها و فریب‌ها، پینوکیو به جایی میرسه که هیچ راه فراری نداره. اونجا با موجودی عظیم و هولناک روبرو میشه. کوسه غول‌پیکر که توی نسخه دیزنی به نهنگ تغییر پیدا کرد. کوسه دهان باز میکنه و پینوکیو رو میبله. برای خیلی ها این فقط یه ماجرای تخیلیه، اما برای ما یه کد جدیه. ورود به شکم کوسه در واقع نماد و تمثیلی از سفر به ناخودآگاه و تاریکی‌های درون یا مواجه شدن با نتیجه انتخاب‌های تاریک و اشتباهه. یعنی تو باید به جایی بری که همیشه ازش میترسیدی، جایی که تاریکی‌های درونت، سایه‌ها و ضعفات پنهان شدن و اونجا با تمام خطاها، ناآگاهی‌ها و ظلم‌هایی که به خودت کردی روبرو میشی و درکشون میکنی. اما رمز بزرگ اینجاست که پینوکیو تو دل تاریکی تنها نیست. ژپتو از قبل توی شکم کوسه بود. این دقیقاً نماد همون اصل الهیه که نیروی آفریننده همیشه قبل از تو توی تاریکی‌های زندگی حاضر میشه. حتی وقتی فکر میکنی گم شدی، وقتی به عمق سختی‌ها سقوط کردی، اونجا جلوتر از تو ایستاده. پینوکیو باید شجاع باشه، باید با ترسش روبرو بشه و با پدرش متحد بشه تا بتونه از شکم کوسه بیرون بیاد. این لحظه مثل مرگ و رستاخیز توی همه داستان‌های اسطوره‌ایه. پیام این بخش از داستان میتونه این باشه که بدون رفتن به دل تاریکی نجاتی وجود نداره. فقط کسی میتونه انسان کامل بشه که از سایه‌های خودش نترسه و در دل تاریکی با خدا یا آفریننده یکی بشه. پینوکیو همه چیز رو تجربه کرد. دروغ، وسوسه، سقوط، حیوان شدن و در نهایت سفر به دل تاریکی. اما رمز اصلی قصه اینه: انسان واقعی شدن بدون تولد دوباره ممکن نیست. پینوکیو توی شکم کوسه به معنای واقعی کلمه میمیره. یعنی با نفس خام و عروسک بودن خودش خداحافظی میکنه، اما از دل همون تاریکی دوباره زاده میشه. این بار نه به عنوان یه عروسک چوبی، بلکه به عنوان یه انسان کامل. اون 3 شرطی که فرشته گفته بود، یعنی راستگویی، شجاعت، ایثار، بالاخره توی پینوکیو به حقیقت تبدیل میشه. راستگو میشه چون فهمیده دروغ فقط سرنوشتش رو تاریک‌تر میکنه. شجاع میشه چون به دل ترس رفت و زنده برگشت. ایثار میکنه چون برای نجات ژپتو از خودش گذشت. فرشته در پایان پینوکیو رو به یه پسر واقعی تبدیل میکنه. این همون لحظه کمال و تجلی روحه. توی این داستان هر بار پینوکیو دروغ میگه، بینیش بلندتر میشه و حقیقت برملا میشه. این در واقع قانون جهانه که حقیقت پنهون نمیمونه و دیر یا زود آشکار میشه. دروغ به همین شکل روی روان و بدن ما اثر میذاره. هر بار به خودمون
خودمون یا دیگران دروغ میگیم بدنمون با استرس، انقباض یا حتی بیماری واکنش نشون میده. یادت میاد اول ویدیو گفتم یه تمرین عملی بهت میگم؟ حالا وقتشه. یه تمرین ساده اما قدرتمند که فقط کافیه یه هفته انجامش بدی تا ببینید چطور از درون سبک میشی. یه دفترچه با برگه های سفید آماده کن. 3 تا موقعیت امروزت رو یادداشت کن که توش نقاب زدی یا حقیقت رو نگفتی. لازم نیست دروغ بزرگی باشه. حتی یه دروغ کوچیک مثل حالم خوبه، در حالی که واقعا حالت خوب نبوده. بعد از نوشتن برای هر مورد چشماتو ببند و از خودت بپرس چرا این حرفو زدم؟ ترس بود، طمع بود، خجالت بود یا فقط عادت؟ حالا 3 نفس عمیق بکش و به این فکر کن اگه جهان همین حالا دروغ‌های منو آشکار می‌کرد چقدر راحت‌تر و سبک‌تر بودم. این تمرین ساده بهت کمک میکنه بفهمی چقدر دروغ‌های کوچیک و نقاب‌هایی داری که خودت حتی متوجهشون نیستی. همین آگاهی قدم اولی برای صداقت بیشتر با خودت و دیگران. اگه یه هفته ادامه بدی متوجه میشی چقدر سبکتر و آزادتر شدی. حالا تو بگو کجای سفر پینوکیو ایستادی؟ هنوز توی جزیره لذت‌هایی یا تاریکی رو پشت سر گذاشتی و آماده شدی برای تولد دوباره؟ جواب تو همین پایین برام بنویس و یادت نره سابسکرایب کنی، چون این فقط یکی از رازهای این دالان بود. رازهای بزرگتر هنوز در راهن. مرسی که تا انتهای این دالان همراه هم بودی.